بفهمید ای کسانی که ایمان آوردید، اگه تو این 30 سال سیمان آورده بودید مملکت ساخته باشی میگن سیگار باعث ریزش موم میشه. آره منم شنیدم. بابا اینا همه شایعه است. معلمم میخواد شنبه ببینتت. چرا؟ چون ازم پرسی چرا موقع درس حرف میزنم. تو چی گفتی؟ من بهش گفتم چرا موقع حرف زدن من درس میدی. اگه خودم یه تنه موشک میبندم خودم میرم اسرائیل تو دهن ترام بذارم ببینم که هیچ غلطی نمیتونه بکنه. حالا برفرض که یک جوری با موشک رفتی اسرائیل. خب ترام که آمریکایی. آجی یه سوال داشتم. جانم. زن من نماز نمیخونه چیکارش کنم؟ از فضیلت‌های نماز براش بگو. گفتم بابا تو کلش نمیره. از میوه بهش بگو. اونم گفتم بابا گوش نمیده. آتیش جهنمو که بگی آدم میشه. بابا 10,000 بار اونم گفتم خب فایده نداره. چه مرگش که نماز نمیخونه؟ هیچی میگه تو بخوان تا منم بخونم.